و توبوا الی الله جمیعا. سبحان الله. الله عزوجل بازم نسخه بیان میکنه، بازم ترغیب میده ما را به سوی توبه، به سوی خودش. ای بندگان من، اگر میخواهید رستگار بشید، اگر میخواهید موفق بشید، اگر میخواهید مولایتون راضی بشه، اگر در گذشته اشتباه کردی، در گذشته رعایت نکردی، در گذشته بی‌حجابی کردی، در گذشته ربت را ناراضی کردی، الان توبه کن. الله میفرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبه کنید، برگردید به سوی الله، به سوی احکامات الله، به سوی دستورات الله جمیعا، همگی. خواص را نگفته، این دستور مال ملا نیست، مال تبلیغی نیست، همه مؤمنون. ایها المؤمنون، هر کسی که از شما به خدا ایمان دارد. بعضی ها فکر میکنند که حجاب مال خواص است، بعضی همینطور تبلیغ هم میکنند، میگن خواص کسانی که مثلا رجال دینی هستند، در مسائل دینی فعالیت دارند، دعوتگران دینی هستند، علمای دینی، تبلیغی، حجاب مال این هاست، مال عموم نیست. ببین الله میگه ایها الصوفیا، ایها العلماء، ایها الخواص یا ایها المؤمنون. ای مؤمنان، هر کسی که به خدا ایمان داره، به خدا رجوع کنه، توبه کنه و دستورات خدا را عمل کنه. لعلكم تفلحون. این نتیجه توبه هست، ثمره توبه هست. لعلكم، قطعا و یقینا شما رستگار میشید در صورت توبه، در صورت رجوع الی الله. لذا خواهرانی که این صدا رو میشنوند، اول اون خواهران و بعد این برادران، باید این نکات رعایت بشه. و قطعا کسانی که اینجا به درس قرآن میاند، اینها رعایت میکنن، ولی دیگران باید رعایت بکنن، باید به دیگران رسونده بشه. باید کسانی دیگه که با ما ارتباط دارن، متعلقین و متعلقات ما هستند، اینها باید پیام ربشون را دریافت بکنن که الله عزوجل از بندگانش چه انتظاری دارد. در آخر ببینید خیلی نحوه خطاب فرق میکنه. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. الله انتظار داره ما دستورات خدا را که در قرآنش، در کتاب زیبایش میخوانیم، توبه بکنیم. لعلكم تفلحون، شاید شما رستگار بشید.